سلام به همه دوستای گل نازنینم. من خواستم یه چیزی رو امروز باهاتون شیر کنم. اولا از اینجا شروع میکنم که اینم مقدمات 7 سینمه، چیزایی که خریدم برای 7 سین که 7 سینمو دیگه کم 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 بچینم و سبزم که هنوز تو آب نریختم. امروز میخوام این کار انجام بدم و دیگه شیرینیایی که حتما باید سر سفره 7 سین باشن و دیگه بقیه داستانا که حالا کم کم بقیه چیزا رو تهیه میکنیم. و این عکسم عکس مادرم هستش و همراه ایشونم عکس مادر شوهرم هست که هر دو عزیز، امیدوارم هر جا که هستن روحشون شاد باشه و قرین نور و رحمت و آمرزش باشه تو این روزا، مخصوصا همیشه که جاشون تو قلب ما هست، همیشه یادشون زنده است، ولی مخصوصا روزای آخر سال که میخوایم به سال نو نزدیک بشیم خیلی همیشه جای خالیشون حس میشه. امیدوارم که هر کسی که مادر و پدرش در قید حیات، خدا بهشون طول عمر و سلامتی بده. اونو عزیزانی هم که آسمانی شدن، خدا انشالله بهشون به روحشون آرامش بده و همیشه یادشون زنده و گرامی هستش در بینه. ولی من حرفم این نبود. من خواستم امروز درباره یه چیز دیگه با شماها حرف بزنم. میخوام بگم که دنیای دیجیتال و دنیای آنلاین برای ما چقدر با خودش، نه تنها از نظر مالی بلکه از همه نظر تو زندگیامون اثر گذاشته و چقدر با خودش برکت و شادی و آرامش آورده. این یخچال محترمی که میبینین، اولا الان که دیگه میبینین دیگه بسیار بک‌گراندش بهاری شده و به پیشواز بهار رفته و داره گل و شکوفه و اینا به ما نشون میده هر روز با تصاویر مختلف و اینجوری یکم حال ما رو خوب میکنه. ولی یه چیز به تکنیکی که امروز زد و من خیلی خوشم اومد و حال دلم خوب شد و میخواستم اونو باهاتون شیر کنم این بود. ببینید خاطراتی که برای من یادآوری کرد از گذشته و انقدر من وقتی از کنارش رد شدم و اینا رو دیدم حالم خوب شد که خدا میدونه که دلم خواست از طریق این ویدیو از یخچالم تشکر کنم و همینطور از دنیای آنلاین که نه تنها حال دل ما رو خوب میکنه بلکه تاثیر خیلی خیلی خوبی رو کیفیت زندگیمون هم میذاره و با برکت ها و درآمد مالی خوبی که برای ما با خودش آورده باعث شده که ما همه جوره این روزا حالمون بهتر باشه. و اینم از شکوفه بهاری ما. امیدوارم حال دلاتون همیشه بهاری باشه عزیزانم. پیشا پیش سال نو رو بهتون تبریک میگم. البته الان هنوز خیلی مونده ولی به هر حال آرزو میکنم که سالی که در پیش داریم برای هممون پر از صلح و آرامش باشه و موفقیت های خیلی خیلی بیشتر از سال قبل. خدا نگهدارتون.